پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. سرخط مهمترین موضوعات امروز. او برای محیط زیست ایران مبارزه میکرد و دستگیر شد. اتهام جاسوسی به او نمیچسبد. او و همکارانش در زمینه محیط زیست فعال بودند و فعالیت سیاسی نداشت. واکنش مشاور حسن روحانی به خبرگزاری نزدیک به سپاه. حسام الدین آشنا میگوید افتخار امنیتی کردن جمعیت شناسی را به دیگران بدهید. برای شما همان حوزه محیط زیست کافی است. اشاره به جاسوس خواندن فعالان محیط زیست. از طرفی دادستان کل کشور میگوید مدارک نفوذی های محیط زیست کامل است. جنجال بر سر عکس آذری جهرمی در کنار رئیسی. عده‌ای میگویند خادم امام رضا شدن خوب است، اما یک حرکت نمایشی است. چرا آنهایی که خادم امام رضا میشوند نمیروند توالت های حرم را بشورند؟ بالاخره حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران از سوی وزارت کشور صادر شد. پیشتر از این نهادهای امنیتی اعلام کرده بودند که برادر پیروز حناچی عضو مجاهدین خلق است. همین امر باعث شد که پیروز حناچی بعد از اعلام حکم توییتی در توییتر خود منتشر کند، اما نکته جالب در توییت او وجود داشت: استفاده از کلمه خلق و ناس در توییت های او. سلام، خوش اومدید به یک برنامه پشت پرده دیگه. اونجوری که در سرخط خبرها اومده بود، مشاور آقای روحانی یعنی حسام الدین آشنا در توییتی حمله کرده بود به خبرگزاری نزدیک به سپاه. یک خبری رو منتشر کرده بود مبنی بر این که چند تا از فعالان حوزه کنترل جمعیت با دستکاری کردن آمار و ارقام اطلاعات غلط رو در اختیار دولت مردان قرار میدادن و همین امر باعث میشد که در حوزه مدیریت کلان کشور به مشکل بر بخوریم و الان ما متوجه شدیم که این همه مشکلاتی که در کشور داره به وجود میاد دادن آمار غلط بوده. بعد اومده گفته که این افراد پرونده امنیتی دارن، بازداشت شدن. از اون طرف مشاور آقای روحانی حسام الدین آشنا که کلا آدم جالبه، این آدم در دولت آقای خاتمی معاون وزیر اطلاعات بوده و جز کسایی بود که مسئله اسکورت سرویس و تجارت دختران به دبی و ترکیه و سایر کشورها رو پروندهش رو مختومه اعلام کرد. همین آدم و باند این آدم که نزدیک آقای خاتمی هستن. اما نکته جالبتری که وجود داشت، اومد حمله کرد و گفتش که تو همون پرونده محیط زیست که 7 از اون محیطبانا رو شما گرفتید و براشون پرونده سازی کردید کافیه. یعنی خودش که تو دستگاه اطلاعاتی بوده میگه که پرونده سازی صورت گرفته و احتمالاً همچین چیزی هست. میدونید که 7 نفر از فعالان محیط زیست رو چند ماه قبل در ایران بازداشت کردن به اتهام جاسوسی. میگفتن که این افراد میرفتن توی مناطق استراتژیکی که نزدیک بودن به نیروگاه‌های اتمی و اونجا به بهانه فعالیت‌های محیط زیست، البته این خبرهایی هستش که در خبرگزاری‌های داخل ایران منتشر شده، به بهانه فعالیت‌های محیط زیستی دوربین کار می‌ذاشتن و تصویربرداری می‌کردن از تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران. بریم اون گزارشی که صدا و سیما منتشر کرد رو با هم دیگه ببینیم. البته من میدونم که صدا و سیما ایران بر اساس سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش تهیه میکنه، نه اون چیزی که واقعیت هست. اما خب به هر حال حرفای توی این مستند زده شده، میتونیم با هم دیگه بشنویم. بیایم ادامه ماجرا رو به شما بگم که اصلا کل داستان‌ها چی بوده. دوربین‌هایی برای نجات گونه‌های نادر ایران یا نمونه برداری از نادیده‌های امنیتی ایران. یک استاد دانشگاه و فعال محیط زیست برای همین موضوع در زندان خودکشی می‌کند. خبر غیر عادی و غیر قابل باور است، مخصوصاً که این رسانه‌ها با نشان دادن وجهه‌ای علمی خودکشی‌اش را غیر ممکن می‌دانند. او برای محیط زیست ایران مبارزه میکرد و دستگیر شد. اتهام جاسوسی به او نمیچسبد. او و همکارانش در زمینه محیط زیست فعال بودند و فعالیت سیاسی
نداریم. اما موضوع اصلی چه بوده؟ نزدیک به 1 ماه پیش در یک عملیات جامعه اطلاعاتی 8 نفر از اعضای یک شبکه نفوذ بسیار مهم که مدتها تحت رصد نیروهای امنیتی قرار داشتند دستگیر می‌شوند. شبکه نفوذی که قبل از انقلاب اسلامی در ایران ایجاد شد و در سال 1991 میلادی بازسازی شد، فعالیت جدی خود را با هدایت یک تاجر که تابعیت ایرانی، امریکایی و انگلیسی دارد آغاز کرد. هدف نفوذ در مراکز نظامی، علمی و اقلیمی از طریق برخی NGO هایی بود که به صورت تخصصی در حوزه‌های محیط زیستی پروژه داشتند. یک نمونه از این پروژه ها بررسی اقلیمی بحران آب در ایران بود. این تیم در مطالعات خود اعلام کرد که ایران در مرحله ورشکستگی سرزمینی قرار دارد و تنها راه کشت فراسرزمین است. یعنی به جای افزایش رونق کشاورزی در کشور و مدیریت منابع آبی، سیاست‌های اقتصادی ایران باید واردات محصولات کشاورزی به خصوص محصولات تراریخته باشد. یکی از دستگیر شدگان این شبکه این شخص بود. کاووس سید امامی 64 ساله. پدرش احمد سید امامی از نمایندگان 2 دوره مجلس شورای ملی و از سناتورهای زمان پهلوی بود که برای مقاصدی نامعلوم بارها به اسرائیل سفر کرده بود. کاووس سید امامی 16 سال در امریکا زندگی می کند اما تابعیت کانادایی می گیرد. بیاییم به طرف سیمکون و دوراهی سیستان. فعال محیط زیست، دکترای جامعه شناسی و استاد ارتباطات نیز بوده که از لیسانس تا دکترای خود را در امریکا اخذ می‌کند. از این جور صحبت‌ها مطلقاً مایوس نشید. به گفته خودش لایک است و اعتقادی به دین ندارد. مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان. سید امامی از سال 86 با تشکیل مؤسسه میراث پارسیان با تیم سفارش شده از طرف سرویس‌های جاسوسی غرب بر روی بحران‌های زیست محیطی ایران، به ویژه مسئله آب، چگونگی قحطی و خشکسالی، تحقیقات گسترده‌ای انجام میداد و با پوشش این فعالیت‌ها اقدام به شبکه‌سازی و جذب نیرو می‌کرد. چرا که وظیفه خودش میدونسته که دانشجوها رو با افکار مخالف آشنا کنه. هیچ منطقه‌ای برای او و تیمش ممنوعه نبود. هر جا که مراکز نظامی و امنیتی بود، همانجا تحقیقات زیست محیطی آنها هم بود. ابتدا اطلاعات وجود این مکانها را از طریق سرویس‌های جاسوسی و ماهواره‌ای می‌گرفتند و برای رصد دقیق‌تر چتر فعالیت‌های محیط زیستی خود را نزدیک آن مکانها پهن می‌کردند. کاری که مؤسسه حیات وحش پارسیان با مجوزهای قانونی از دستگاه‌های مسئول در محیط زیست انجام می‌داد، نصب دوربین‌های منحصر به فرد و دستگاه‌های فوق پیشرفته بود. سیستم هایی که قرار است گونه های نادر و کمیاب حیوانی و گیاهی را شناسایی کند، از سایت های موشکی، نظامی و امنیتی تصویر برداشته و فاصله پرتاب تا فرود موشک را اندازه‌گیری می‌کرد. اطلاعاتی که با رمز به سرویس های جاسوسی ارسال می‌شد. بچه این یه دونه میخ بقیه‌اش. سید امامی در راستای نفوذ در ساختارهای حیاتی کشور تبادلات علمی و اطلاعاتی با دانشگاه‌های امریکا هم داشت. بودجه این عملیات از طریق وزارت امور خارجه امریکا تأمین می‌شد. جایگاه سید امامی نزد سرویس‌های بیگانه تا جایی بود که افسر عالی رتبه سازمان اطلاعاتی امریکا برای ورود به ایران از او اجازه می‌خواهد و سید امامی در پیامی به او هشدار امنیتی می‌دهد تا فعلا از این سفر منصرف شود. افسر امریکایی در پاسخ به سید امامی درباره لغو این سفر می‌گوید این سفر خیلی مهم به نظر می‌رسید، چرا که می‌خواهم به 5 منطقه متفاوت بروم، اما به توصیه تو گوش می‌کنم. یکی دیگر از این افسران جاسوس غربی در مأموریت خود در منزل امامی سکونت داشت. سید امامی و اطرافیانش یک منطقه از دروس تهران را خریداری کرده و به طور کامل در قرق خود قرار داده بودند. منازل این منطقه از طریق راهروهای زیرزمینی به یکدیگر متصل بودند تا در صورت بروز خطر امنیتی امکان فرار فراهم باشد. این شخص پس از دستگیری در اظهارات نخست به لایه اولیه و سطحی از ارتباطاتش با سرویس‌های جاسوسی اعتراف می‌کند، اما در ادامه و با مشاهده اسناد کشف شده نیروهای امنیتی بسیار متحیر و شوکه می‌شود. این اسناد نشان می‌داد که کل شبکه نفوذ برای سالها تحت رصد و اشراف سربازان گمنام امام زمان بوده.
کاووس سید امامی بلافاصله پس از بازگشت به سلول به صورت کاملا حرفه‌ای با سرعت اقدام به خودکشی می‌کند. خودکشی سید امامی سوالات جدیدی را هم مطرح کرد. اینکه این خودکشی چه پالس و پیام امنیتی را برای مخاطب مورد نظر سید امامی مخابره کرد. من جنازه را هم دیدم. برادر سید امامی با تایید خبر خودکشی کاووس سید امامی از رسانه‌هایی که در اذهان عمومی شبهه افکنی می‌کردند گلایه کرد. معاون دادسان گفتن پشتش هم نگاه کن، همه جا رو نگاه کردم، همه جا جز کبودی زخمی که تو گردنش بود من چیزی ندیدم. این واقعیه. خانواده کاووس سید امامی میگویند به آنها اجازه کالبد شکافی مستقل داده نشده و او فردا به خاک سپرده می شود. خانواده کاووس سید امامی در حالی با او ودا کردند که نتوانستند آنگونه که می‌خواستند جسد او را مستقلاً کالبد شکافی کنند. من به عنوان شخص خودم به هیچ وجه مایل نیستم کالبد شکافی 2 مرتبه انجام. رسانه‌هایی که در این مدت تمرکز خود را بر روی خودکشی و فعالیت‌های مثبت کاووس سید امامی گذاشتند و به نظر می‌رسد قصد داشتند ذهن مخاطب را دچار انحراف بزرگی کنند. انحراف از جاسوس بودن افرادی که مهمترین اطلاعات امنیتی و نظامی این کشور را به دشمنان می‌فروختند و حتی با انجام مطالعات علمی و تغییرات علمی در آب و خاک کشور به دنبال ایجاد بحران‌های زیست محیطی و کشاورزی بودند. حالا آیا بحران‌های زیست محیطی سال‌های اخیر کشور با فعالیت‌های این شبکه گسترده نفوذ ارتباط داشته؟ داستان فعالان محیط زیست خودش طوفان‌هایی از حاشیه رو اون موقع ایجاد کرد. عده‌ای از رسانه‌ها معتقد بودند که کاووس سید امامی خودکشی نکرده و همه اینها صحنه‌سازی‌های دستگاه اطلاعاتی امنیتی داخل ایرانه، ولی خب دستگاه تحت فشار و تحت حاکمیت رسانه داخل ایران هم میگفتن که نه خودکشی کرده. خب به هر حال این یه چیز خنده‌دار هستش و قطعا اون کسی که عقل سالم و کامل داشته باشن میدونن که یه آدمی همونطوری بی دلیل خودکشی چیز خنده‌داره و من نمیدونم که حالا اون دستگاهی که داخل ایران هستن روی چه فرضیه‌ای میگن که این آدم خودکشی کرده و فقط هم گفتن که آره فیلمش هست، تصویرش هست که خانواده‌اش دیدن و گفتن این آدم خودکشی کرده، اما هیچ فیلمی رو منتشر نکردن. و اگر شما حرف میزنید بعد سندش هم منتشر بکنید. دوستانی که توی دستگاه اطلاعاتی امنیتی هستید یا توی دادستانی تهران یا سخنگوی هر کس دیگه‌ای که توی این ماها همش اومدن سخنرانی کردن و گفتن که خودکشی کرده، سندش رو نشون بدید برای مردم. سند حرف اول بزنید، نه که بدید مستند 6-7 دقیقه‌ای رو توی تلویزیون منتشر کنید. اما خبرگزاری تصنیم خبری رو منتشر کرده که از قول دادستان کل کشور گفته که مدارک نفوذی‌های محیط زیست کامله. گفته که دادستان کل کشور با بیان اینکه عوامل نفوذ در محیط زیست دستگیر شدن، گفت هرچند متاسفانه حمایت‌هایی از نفوذی‌ها شده اما مدارک نفوذ اونها به صورت کامل موجود. حجت الاسلام و المسلمین منتظری در جلسه مجمع عمومی نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمی قم این خبر رو منتشر کرده. همیشه میگن اسناد موجوده اما انتشار لا موجود. اما موضوعی که شاید خیلی از رسانه‌ها بهش نمیپردازن اما موضوعی هستش که مردم همیشه نسبت به این قضیه بحث دارن و سوال دارن و این بحث بابش امروز به خاطر انتشار عکس آقای آذری جهرومی کنار آقای رئیسی باز شد و ما هم مطرحش میکنیم. اونم این بودش که آقای رئیسی آقای آذری جهرومی رو به عنوان خادم امام رضا معرفی کرد و بهش حالا یه لوحی داد، یه برگه، یه چیزی داد. اما میدونید که چند سالی هستش که قهرمان‌های ملی، کسایی که برای کشور افتخار آفرینی کردن یا افراد سیاسی، وقتی میرن مشهد اونجا میشن خادم امام رضا و خادمی میکنن. اما انتقادی که خیلی از افراد نسبت به این آدما دارن این هستش که اینا وقتی میشن خادم امام رضا تنها کاری که میکنن یه دونه از این گردگیرای رنگی یا سبز یا رنگ دیگر رو میگیرن دستشون، در استراتژیک ترین نقطه ممکنه مرقد وای میستن که همه ببیننشون و تنها کاری که میکنن میگن آقا حرکت کن نیم ساعت 1 ساعت در سال و حالا یه گردگیری هم بکنن. که خیلی از این افرادی که منتقد این موضوع هم میگن که این قضیه دیگه جنبه ریا پیدا کرده. اگر این افراد که واقعا خودشون رو خادم میدونن چرا یک بار یکیشون نرفتن مثلا توالت‌های مرقد امام رضا رو بشورن؟ مگه خادم نیستن؟ یا مثلا کف زمین رو جارو بکنن؟
و این قضیه ارزش این موضوع رو آورده پایین و شده یک ریا. یه عده میرن میگن آقا ما میخوایم بشیم خادم، اونا میگن اوکی، طرفو میارن میکنن خادم، اما طرف فقط یک گردگیر میگیره و میگه آقا حرکت کن که این فکر میکنم یک طورین هستش. از اینها داره زیاد اتفاق میفته و بعضا خیلی از رسانه ها به دلیل بعد مذهبی بودن این موضوع بهش نمیپردازن، اما وقتی چیزی واقعیت داره، حالا چرا ما میگیم که آقا اسلام به خطر میفته، باید این قضیه مطرح بشه و باز بشه و یک فرهنگسازی درستی نسبت به این قضیه ایجاد بشه. اما خبر آخر مربوط هستش به آقای پیروز هناشی، شهردار تهران، که بالاخره وزارت کشور استعلام این شخص را از وزارت اطلاعات دریافت کرد. تصاویر دریافت حکم شهردار شدن این شخص رو توسط وزیر میبینید که آقای رفسنجانی هم، محسن هاشمی رفسنجانی هم در تصویر هست به عنوان رئیس شورای شهر تهران، و میبینید که آقای پیروز هناشی برای شهردار شدن طوفانی از حاشیه‌ها رو پشت سر گذاشت. برادر آقای پیروز هناشی ولوش 35 سال پیش عضو مجاهدین خلق بوده و همین قضیه باعث شده بود که وزارت اطلاعات نسبت به استعلام این شخص اقدام نکنه، تاییدش نکنه و با فشار اصلاح طلبان بالاخره حکم شهردار شدنش ابلاغ شد. پیروز هناشی با دستپاچگی برای اینکه بخواد جواب منتقدان خودش رو بده، اومد توییتی جنجالی در توییتر کرد که اولین گاف این شخص. اومد سوره ناس رو نوشت و جالبه از کلیدواژه ناس و خلق استفاده کرد و شما برید سوره ناس رو که 6 آیه داره، 78 تا حرف داره و 20 کلمه است رو زیر و رو بکنید، اصلا تفسیری از کلمه خلق نمیبینید و چرا از کلیدواژه خلق استفاده کرده خودش جالب هستش. و نکته جالبتر اینه که اومده از کلمه ناس در این توییت استفاده کرده و مردم و گفته که من میخوام به مردم خدمت بکنم. این آدم کسی بود که در یکی از سخنرانی‌های خودش میگفت ما توی شهرداری باید بریم مدیر از خارج از کشور بیاریم، بعد حالا حرف از مردم میزنه. تویی که خودت حرف از مدیر خارجی میزدی و مردم ایران رو لایق مدیریت در شهرداری نمیدیدی و میگفتی مدیر از خارج از کشور بیاد، دیگه حرف از ناس نزن. بریم این ویدیوشو ببینیم، بیایم با شما. در دوره حاضر شورای شهر خوشبختانه مقاومت زیادی کرده برای اینکه این جهتگیری رو ایجاد بکنه. این قدم اوله، ولی این کافی لازم هست ولی کافی نیست. قدم‌های بعدی رو باید برداریم و کار رو به نتیجه برسونیم. برای این کار بهترین متخصصان برای اداره امور شهر نیاز داریم. مگه ما برای تیم ملی نمیریم؟ آقای نقویان میگفت ما برای تیم ملی میریم مربی خارجی میگیریم. یه شهرسازی کشور از تیم ملی کشور کمتره. ما خیلی باید قبول کنیم که خیلی از تجربیات رو نداریم. ما باید قبول بکنیم که ما تجربه تعادل منطقه‌ای در مقیاس کلانشهر رو به طور کامل نداریم. ما تجربیاتی که میکس میکنه سیاست‌های اقتصادی رو با سیاست‌های تعادل منطقه‌ای تو کشور تجربه نکردیم. تو خیلی از کلانشهرهای دنیا، تقریبا تو همه کشورهای اروپایی، شما هر چقدر به مرکز کلانشهر نزدیک میشید هزینه‌ها افزایش پیدا میکنه و هر چقدر از کلانشهر دور میشید هزینه‌ها به شکل معنیداری کاهش پیدا میکنه. شما تو مرکز لندن با 1000 پوند یه واحد 30 متری میتونید در مرکز لندن اجاره بکنید. با همون 1000 پوند 70 کیلومتر با قطار برید عقب یه خونه ویلایی میتونید بگیرید، هزینه‌های زندگیتون هم کاهش پیدا میکنه. و مردم به اختیار و نه به اجبار، با بدون اینکه خدمات محلیشون رو از دست بدن، بدون اینکه سلامتشون رو از دست بدن، ترجیح میدن که در اطراف رو انتخاب بکنن. بله دیگه، این آدم هم دنبال مدیر از خارج از کشور میگرده. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. لطفاً برامون کامنت بذارید، نظرات خودتون رو بگید. حالا اگر از بخش محتوایی این اخبار خوشتون نمیاد و از این افراد، ویدیو رو لایک کنید که بالا بیاد و بقیه دوستانم از اخبار باخبر بشن. مرسی که تا این لحظه با ما بودید.